تو لک اگر به داده من تو راضی شدی او که من نصیبت کم تو راضی شدی خوش شدی گفتی خدایا شکرت مثلا وقتت خوش شد غم نخوردی نگفتی که ای بچه این فلانی خبیثا داره این بیمدانی خبیثا داره من ایگ جایی را میارم این طری مقصد فکر نکردی گفتی الحمدلله که من گرسنه نیستم خدا مرا گرسنه نمانده خدا را شکر اگر راضی شدی ارحت قلبک و بدنک و کنت عندی محمودا چنان زندگیت نصیب میکنم که همه وجود در راحت ای دلت بسیار آرام ای عصبات آرام ای تنت بسیار تنج ای هرگز غم نمیخوری و تو در نزد من بهترین بنده قرار میگیری دوستت میدارم با خدا میگه تو در نزد من بنده دوستدار میشی دوستت میدارم همین آدمی حاریص برادر عزیز خدای مهربان دوست نمیداره همین کسی که فقط همین دنیا ای کجا بیام جمع کنم من فکرش همین ده باشه این طریق خدا دوست نمیداره برادر عزیز خدا بنده ای را دوست میداره که با داده خدا قناعت میکنه شکر میکنه دوام حدیث ببینه الله مهربان میگه قسم به عزت و جلالم تو اگر راضی نشدی با داده من قناعت نکردی گفتی کم ای یک وقت همین بچه های بازار کارون کامش بود تلفنم کن چند سال پیش بود حال پرسیش کم خیلی سوزی تنجی که ما رو طبیعت مونم میای بعد میپرسیم حال پرسی میکنیم ای کارو بار فرزنده خیش تورم مسوزه بعد کارش پرسیدم کار بود کار دستی گفت چه خیلی سودا خوبه یاخی تنجی وقتاتون خوشه گفت حضرت گفت چنی نفس هست و چنی ریسک هست و چنی نفس نه ما بیا که مقصد که شوخی کدو لیکن بعضی همون با ما طبیعت نفسمون کار میکنیم نمیگیم که ریسک همی ای باید ما با ریسکمون مقصد کار داشته باشیم که ریسک ما رو خدا همین قدر داده دیگه ای زیاد ما مقصد خما بکشم هم نمیوم این نفس بگوی این نفس سیر نمیشه برادر عزیز خدا میگه اگر راضی نشدی با داده ما لأسلطن علیک الدنیا ترکض فیها وقت الوحوش فی البر والبحر ثم لا یکون لک الا ما قسمته لک الله را ببین میگه اگر راضی نشدی به عزت جلالم قسم ترا دمی دنیا ایقا کشنه میکنم ایقا حارست میکنم ایقا چشمی ترا کشنه میکنم که مثل حیوان وحشیواری شب و روز بهره و خشکره میدوی ایدی سیت دنیا روز نمیوه ایدی سیت دنیا روز نمیوه میدوی و میدوی و میدوی دمی دنیا اما خدا چی میگه باز اخیر تا میدانی چیه هموی را میوی که ما برات نصیب کردیم غیری او را نه میوی برای تو یک چیز میرسه همون عذاب و درد رنج و غم انموقع زیاد میشه برای تو دیگه پول و مالت زیاد نمیشه ای خاطر حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن شما ای مال دنیا بهترین شه اول دل شکرگزار انتخاب کنین این معنی نداره که برادر عزیز ما کار نکنیم مقصد پول نداشته باشیم ثروت نداشته باشیم بسیار خوبه مقصد نبوی برادرمون خانه زیبا که خدا را شکر و خدا همیشه این خدا شاهده دعای ما همیه که خدای مهربان همه مردم مسلمان با همین تاجیکی ما را زیادتر بده و خدا قسم همین در نمازهای طاقت گذاری ما همین داره میکنیم این برای در پیش شما چاپلوسی نیست من مقصد هیچ وقت در پیش هیچ که چاپلوسی نکردم انشالله نمیکنم این برای مقصد آنچه که شما بدونه که ما هیچ وقت زیدی دارندگی شما نیستیم و خدا قسم میبینیم یک نفر صاحب مال و صاحب ماشین و خانه و در میشه و خرسند میشیم گریبان میگیریم میگیم خدای شکری تو که همین تاجر که ما مقصد نرفت مردی کاری نرفت عذاب نکشید در ملک بیگانه خدای مهربان اینمی داده دستش خدا را شکر همیشه دعای ما همیه برادر عزیز ما خواهش ما همیه که شما دارا باشین لیکن معنای سخن ما ایه که شماها مقصد چیزی را اول ای خود کنین که راحت همیشگی باشه راحت همیشگی یکم دل شکرگزار دوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت مال دنیا بهترینش زبانی ذکر کننده ای زبانی ذکر کننده اگر برادر عزیز شما بعضی ممکن ایما کلام باشین بعضی معده باشین لیکن همه همین مردم بزرگن ممکن نمید 3 نفر پیش تگی بزرگ نباشن چون که سالاشون کلانتره شما اکثرا تون در بزرگین لیکن
اگه قرتون کنم برادرها، بعضیاتون ای حد بسیار بی‌معنی بسیار بی‌معنی شدگین ده. اگه گپ سختم باشه لیکن همین ممکن درتون کنه و اصلاح شویم برادرها. بازار میدرویم ای شما گپای میفهمین، ای شما گپای میفهمین، باور بکنین حیران میشین. با همین بعضی چهره‌های شما را در مسجد میبینیم، با ایشتم حیران میشیم. میگیم اخی خیلی همین یک مطلعه که همین سگ باشم مخوام یک در، همین سگ باشم مخوام یک در. این گپی همین کلانترا مونه. این معناش همیه که مقصد یک طرفه باش، یک طرفه باش. اخی در مسجد میبینند بچه ها که خوب کلک میجمونی در همین معروف خیال میکنیم که ملائکه ای. در بازار میبینند ایت در گنده تر کسی نیست. ای برادر عزیز، ما در که جای باشیم ما مسلمانیم. اخی ما مسلمانیم، این را فراموش نکنین. مسلمان اخلاق خودش داره. در بازار هم اخلاق مسلمان باید یک باشه، در مسجد هم یک باشه، در کوچه هم یک باشه، در خانه هم یک باشه، در داخل یار رفیق هم باید یک باشه. برادر عزیز، آخه شما اینطوری مردک نشین که در مسجد مقصد ها مسلمانو در بیرو شما را کسی مقصد خواهش دیدارتون نداشته باشه. اینطوری مردک نشین. در بازار هم که باشه برادر عزیز، ای جای او دشنام، او حقارت ها، او گپای بی‌معنی، مقصد شما ذکر کنین. در بازار بالای دکان چی خوب میشه که تو مقصد یه روز تو ابیت در بازاری سبحان الله الحمدلله الله اکبر استغفرالله بگوی. به خدا قسم شما عادت کنین، امیره عادت کنین. به خدا قسم خدا برکت تجارت شما رو زیاد میکنه، رزق شما رو فراوان میکنه. شما دامو مقصد دکان تو میدونید چقدر فایز میشوه، چقدر برار کار میشوه. آبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت بهترین مال زبانی است که ذکر داشته باشه، ذکر خدا را زیاد بکنه. شما یک دیگر یاردم کنید. دیدی که دشنام میکنه، ای بچه آخه در جای همین دشنام یک خدا بگوی چارت میکنه. یک خدا بگو، همون خدا دم دکانت برکت نصیب کنه. بعد میگی سودا نیست. آخه ترا صدقه سودا کنه و صدقه برکت کنه و ترا برکتی چی؟ آخه به این زبانی تو برکت ترا چی میکنه؟ و برکت در اون جاییه که اون مقصد در وجه ادب باشه، اخلاق باشه، خدا باشه، گفته رسول باشه. برکت ای جانب خدا ای. خدا همون کسی را میده که بیشتر خدا را یاد میکنه. ها برادر عزیز، انمی را بسیار بسیار در خطان مقصد عادت کنیم. همین عادت کنیم برادر عزیز. آخه همین اخلاق خوب، ادب خوب برادر عزیز، میدونی ای همه چیزی که باید ما در این راسته فکر کنیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش رو بیاریم که همین زبان خوش پیغمبرمون داشته. برای اینه که من یک کس بگه که ای بچه خوب بوده، نه، همین پیغمبرمون اخلاق خوب داشته، زبان خوب داشته، مقصد خاکسار بوده و ما باید همین خصلت پیغمبر ما داشته باشم. کوخی سوم چیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که بهترین مال برای شما خواب زنی صالحه و زن مؤمن که در امر آخرت شما را یاردم کنند. در امر آخرتان شما را یاردم کنند. یاردم زنک در امر آخرت چه برادر عزیز؟ زن خوب البته ما را در ایمانمون، در تقوامون، در کار آخرتمون یاردم میکنند. یاردمش اینه که نماز مقصد، ولی در حدیث ببینی، حدیث آمده پیامبر صلی الله علیه و میگه خدا نظر رحمت کنه مردی را که صبح از خواب میخیزه وقتی نماز بامداد و همسرش بیدار میکنه. اگر بیدار نشد یا پنجک آوش میشپه برای نماز بامداد میخیزن نماز میخوانن. یا که مقصد همسر زن پیشتر خیست، خدا رحمت نظر رحمت کنه همون زنی را با خاندانش که صبح بر وقت پیش شوهرش خیست، پیش کودکاش خیست و شوهرش فرزنداش مقصد بیدار کرد برای نماز. اگر بیدار نشدن یا پنجک آوشون بشپه تا که خواب بیدار شوند و یک جای طاعت خدا کنند. خدای مهربان در خاندان همینا نظر رحمت و برکت کنند. این دعای پیغمبره، دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ببینید مقصد در امر آخرت شما رو یاردم کنه. زنی باشه که مقصد فرزند تا در کاری روز تا بگره بیایی که فرزنده که مقصد کودک باشه اگر کلمه لا اله الا الله رو یادش بده، بنده یکی بدن یادش بده،
مقصد کلانترک شد بیایی که بچه که تو نگفته مادری باشه که نمازه، دختره که نماز یاد داده باشه و بالای جای نماز بدرایی که فرزندکات نماز خونده سیان ایترین مردک خوشتک جای، یا بدرایی که زن همو قزنی باشه که تلاوت قرآن کرده سیده خونه، تلاوت قرآن. ای برادر ایتد مردک خوشتگه نیست، ایتد خوشبخت دیگه مردک نیست. بدرایی که همسر و کودکات قرآن خونده سیده، فرزندکات تربیه کنه. اینمی امر آخرت یاردم زن. ای برادر عزیز، زنها باید انمی نمود یاردما رو داشته باشن، فرزندا رو تربیه کنن. زن باشه که نه تنها مقصد قرآن فرزنده، بلکه مکتب رفت، این مکتب گشت آمد، کتابای او را، دفترای او را چند با گرفتی، بای چی گرفتی، امروز بچه‌م در مقصد مکتب چگونه رفتار کردی، ها با بچه نشه که مردم پدرت لعنت بخونه. انمی تری زنک برادر عزیز کسی ای ما داشته باشیم، پیغمبر صلی الله علیه و گفتن بهترین مال شما داریم، بهترین مال. انمی سه مال برادر عزیز بهترین مال: دل شکرگزار، زبان ذکر کننده، همسر خوبی که ترا در کار دینت یاردم کنه. ایشان کاری قرآن بخونه ان شاء الله، بعد دعا کنیم یا با نظم